یه پسر یه شب با خانواده‌اش جارو بحث میکنه، از خونه میزنه بیرون، زنگ میزنه به رفیقش، داستان رو میگه بلند شو بیا یه مدت پیش من بمون. پسر بلند میشه میره پیش رفیقش، یه مدت اونجا میمونه، هر شب عرق‌خوری، هر شب عشق و حال. بعد یه مدت که خواست بره، میره سر محل وای میسه، دید یه دختری داره میاد، برگشت به اون دختر تیکه انداخت. یه آقای اونجا وایساده بود، اومد در گوشش بهش گفت میدونستی این دختری کیه؟ بهش تیکه انداختی؟ گفت کیه؟ گفت این خواهر همون رفیقته که یه مدت پیشش موندی. پسر بهش بر میخوره، بودو میره در خونه رفیقش، در میزنه، میبینه رفیقش داخل خونه نشسته داره عرق میخوره. برمیگرده بهش میگه داداش من الان به یه دختری تیکه انداختم ولی نمیدونستم خواهر توه. رفیقش بهش میگه بلند شو بیا کنار من بشین. پیکش میبره بالا، میگه اینو میزنم به سلامتی اون رفیقی که یک ما خونه من خورد و خوابید ولی خواهر منو نشناخت. از سلامتی رفیقای با معرفت.